بیام میخوام چیز خیلی مهم بهت بگم. میخوام بهت بگم چطوری مالیات کمتری بدی. مخصوصا اگه درآمدت بالاست میتونی با واریز به حساب RRSP خودت میزان درآمد مشمول به مالیات تو کاهش بدی. دست شما در نکنه. مرسی. بابا من خودم میدونستم. حالا بذار من یه چیزی بهت بگم. اگر که میخوای درآمدت رو از اینم کمتر بکنی میتونی که یه حساب SHSA باز کنی که حسابیه برای کسایی که میخوان اولین خونه‌شون رو توی کانادا خریداری کنن و میتونی تا سالی $8,000 از درآمد مشمول به مالیاتت کم کنی. حالا اگر که برای خرید اولین خونه توی کانادا کمک میخوای، تیم کسرو سلطان میتونه بهترین ریسپینگ‌ها رو بهت نشون بده. برای اطلاعات بیشتر راجع به این حسابا حتما کپشن پست رو بخونید و همچنین اگر برای خرید خونه توی کانادا نیاز به انتقال پول از ایران دارین، تیم زریک همراه شماست و به کسانی که از طرف تیم ریال استیت کسرا سلطان پیش ما میان یه تخفیف ویژه‌ای خواهیم داد.